خوابگاه دانشگاهی کابل، جایی که دانشجویان از ولایت‌های مختلف کشور شب و روز خود را سپری می‌کنند. اما یک پسر جوان در میان آنان ویژه است. حسیب بخشی از چالش‌ها را پشت سر گذاشته است، اما راهی درازی در پیش دارد. و از زندگی دور از فامیل دیگه یک ذره کم دیگه خسته کن است، اما به خاطر آدم به خاطر کسب علم این مشکلات باید است تحمل بکنه. او 23 سال پیش هنگامی که در ولسوالی شتلی ولایت پنجشیر به دنیا آمد از پا معیوب بود. مکتب را در زادگاهش خواند، اما هدفهای کلانی در سر داشت، از جمله رفتن به دانشگاه. سال پار در کنکور شرکت کرد و سپس به زراعت راه یافت، اینجا در دانشگاه کابل. هنگامی که حسیب را از نزدیک ملاقات کردم، او را یک جوان مهربان، خوشخلق و در عین حال پرتلاش یافتم. برداشتم از این چند مورد اشتباه نبود، آنگونه که از زبان هم اتاقی های خوابگاهش دریافتم. ویژگی هایی که ما در حسیب الله جان یافتیم است که تلاش ای فرد است. واقعا تلاش که ما در ای فرد یافتیم نسبت به دیگر کسایی که این توانایی صحت کامل دارن از صحت کامل برخوردار است، اما این تلاش بیشتر است نسبت به او فرد. حسیب همچنان یک دوره آموزش های مسلکی را در پنجشیر فرا گرفته است. حالا در دانشگاه کابل هم از دانشجویان فعال است. حسیب الله جان محصل صنف اول پانزه زراعت ما هستند. بسیار با وقت منظم به صنف آمده و یک بچه بسیار آرام و با دیسپلین است. تا حال خود ذکاوتشان درست است. یکی از اعضا ضعیف است، او قد تاثیر فکر میکنه سر چیز ندارم، ولی بنابر سوالاتی که میشن ما در صنف که مطرح میکنیم، یا مثلا یک تست گرفتیم چیزی وسط سمستر، نو تا حال خود موفق است. کارهای خانگی هم داده میشوند، به او خاطر اینا هم تا حال در کارهای خانگی هم سهم فعال گرفت. برخی از دانشجویان هنگامی که از روستاهای دوردست افغانستان اینجا به پایتخت و مهمترین نهاد علمی کشور می آیند، با مشکل‌های زیادی مواجه می شوند، اما بخت حسیب را بیشتر یاری رسانده است. بسیاری ها با او برخورد خوبی دارند و حسیب هم خرسند از روزگار. برخورد محصلین در لیلیت واقعا بسیار خوب است. هر کدومش کوشش میکنن که همراه ما کمک بکنن. حسیب در یک خانواده نسبتاً کلانی بزرگ شد. 4 برادر و 2 خواهر دارد. اقتصاد خانواده‌اش چندان خوب نیست. برادرانش او را پشتیبانی مالی کردند تا به دانشگاه بیاید و درس بخواند. حالا حسیب رویاهایی دارد که کمتر از دیگران در جامعه نیست. میخواهد تحصیلات خود را به پایان برساند. مهمتر از همه تأکید میکند که خودکفا شود و بار دوش دیگران نباشد.